به کانال غذای خوشمزه تیستین فود خوش اومدید. اینجا هستیم با دلمه کلم پیچ. خب همینطور که میبینی یه کلم رو گرفتیم، شستیمش و داریم اون بالای سرش که ریشش هستش رو ازش جدا میکنیم. یه حفره ایجاد میکنیم و به این صورت ریشه رو در میاریم. خب عزیزان، یه مقدارم اون وسطش هستش که اونم میتونیم خالیش بکنیم. یه خورده فشار بهش میدیم که ورقه ها از همدیگه جدا بشه. بعد از اینکه جدا شد توی یک ظرفی قابل مانند به صورت پشت و رو که سر و ته باشه به این صورت قرار میدیم و آب میریزیم روش. یه مقدار آب به اندازه‌ای که تا لبه یه مقدار از این کلم رو بگیره. روی شعله گاز قرارش میدیم تا آروم آروم شروع کنه به پختن. انتهاش چون یه خورده سفت هستش، ما کلم رو به این صورت قرار میدیم که اونجا زودتر نرم بشه، وگرنه بقیه ورقه هایی که بالا هستش سریع نرم و ترد و شکننده هستن. خب عزیزم، از اون ور ما میچینن کلم. خب برگا رو که میبینید، چند تا از برگایی که به درد نخورد رو داشتیم اینجا. ما این انتهای این برگ رو میبینید، یعنی سر برگ رو در. خب دوستان عزیزم، همونطور که میبینید اون برگای کلم رو که اینجا گذاشتم، ببینید دو تاش همینجور چیز بود. من به این صورت سرش رو بریدم و از وسط میزنم. برای ته قابلمه قابل استفاده هستش. خب سبزی هستش، سبزی دلمه میتونید استفاده بکنید. حالا بعضیا سبزی رو میریزن، بعضیا نمیریزن. این هم که زردچوبه هست، نمک، سیر، پیاز، برنج هستش و این هم لپه پخته هستش که من تو فریزر در آوردم و گوشت چرخ کرده. حالا دونه دونه و مرحله به مرحله میگم که اینها رو چجوری استفاده بکنید برای دلمه کلم پیچمون. عزیزانم، برای طعم دهنده این غذا و خوشمزه شدنش از سرکه و شیره استفاده میکنید. گل کلم که میبینید همین جوری داره میجوشه، برگاش رنگش تغییر پیدا کرده. معلومه که این رویا کاملا به اصطلاح نرم شده. حالا به وسیله یک چنگال ما این رو جدا میکنیم. ببین چقدر راحت. بعد از اینکه اون ریشه ها رو در آوردیم مثل ورقه شده و کاملا با چنگال میتونید اینها رو ورقه کنید و توی ظرف دیگه‌ای بذارید. همینطور که میبینید دونه دونه اینها رو ما با چنگال در میاریم تا اینکه فقط اون مغز داخلش بمونه. همینطور میبینید اینجا اون مغزه مونده و بعد از این مرحله ما برش میگردونیم، چون که دیگه خیلی اون وسطش خورده های کلم هست که برگاش خیلی ریزتر هست. به هر جهت اونها رو استفاده میکنیم، بلا استفاده نمیذاریم. پیازو که شستیم و به اصطلاح پوست کندیم و به صورت نگینی خورد میکنیم. بعد از اینکه پیازها رو نگینی خورد کردیم، سیرم که حبه های سیر رو پوست کندیم و کنار گذاشتیم، اینها رو به همون صورتی که پیازها رو خورد کردیم سیرا رو هم خورد میکنید. عزیزان، سیر و پیاز توی این غذا نقش اساسی رو داره. یعنی کل عمده غذاهای ما ایرانیایی که درست میکنیم همراه با سیر و پیاز هست بیشترشون و طعم دهنده های خوبی هست. خود پیاز که واقعا خیلی سرخ شدهش طعم خوبی داره. خب گل کلم ها آماده شده، آماده برای پیچیدن شده. میاریمشون و میبینید که این آخری ها هم برگ کردیم. یه مقداری ما روغن میریزیم ته قابلمه ای که قرار پیازها رو سرخ بکنیم. پیازها رو میریزیم همراه با سیر. روغن داره برای خودش میجوشه و پیازها هم به این صورت هستش. اجازه میدیم پیازها نرم بشه همراه با سیر و تا اینکه بعد از این مرحله ما گوشت رو بهش اضافه. خب همینطور که می‌بینید گوشت ها رو باز می‌کنیم از هم دیگه تا
با پیازها کاملا مخلوط بشن و به اصطلاح سرخ بشه. توی این مرحله ظرفچوبه رو بهش اضافه میکنیم که خوش رنگ و خوش عطرش بکنه و اجازه میدیم که پیاز و گوشت سرخ بشه. برای رنگ قرمز شدن رنگش هم 2 قاشق یا 1 قاشق و نیم به اصطلاح رخت گوجه اضافه میکنیم. یه مقدارم نمک بهش اضافه میکنیم تا اینکه خوش‌طعم بشه. میبینید عزیزان به این صورت که در اومد در واقع عین مایه ماکارونی شده توی این قسمت. حالا میایم لپه‌ای که پخته شده از قبل رو داخل گوشت چرخ کردم و میریزیم و حسابی همش میزنیم. این لپه‌ای که بهتون گفته بودم من از قبل پختم داخل فریزر گذاشتم. خیلی از حبوبات رو میشورم و میپزم و میذارم توی فریزر که آماده باشه. برنج خامم که شسته بودم و آماده بود توی این مرحله اضافه میکنم. خیلی عزیزان میپزم اما من ترجیح میدم که به اصطلاح خام بریزم روش. سبزی هم که سبزی دلمه بوده اون رو هم مخلوط میکنیم با مواد دیگه و اجازه میدیم که به اصطلاح با همدیگه مخلوط بشن و به خورد همدیگه برن. توی این مرحله هستش که برای اینکه جا بیفته این غذای ما یه مقدار بهش آب اضافه میکنیم و میذاریمش روی حرارت تا آروم آروم به اصطلاح برنجه یه کمی باز بشه و این آبی که ریختیم جمع بشه. حالا میایم سر وقت برگ‌های کلم. برگ‌های کلم که میبینید اینهایی که بزرگ هست و من این سرش رو به اصطلاح برش زدم و به این صورت در آوردم. اون دوتایی بوده که قبل از پختن از روی کلم جدا کرده بودم. حالا بقیه برگ‌ها پخته شده. البته اینایی که نپخته شده رو ته قابلمه اجازه میدیم پخته بشه. سرش رو به اون صورت جدا میکنیم، یه شیار بهش میدیم، باز میشه تا اینکه از چین و چروکایی که این برگ کلم داره خلاص بشه و بشه قشنگ مواد رو داخلش جا داد. حالا میایم سر وقت مواد داخل دلمه. تقریبا داره آماده میشه. بقیه برگارم که ما دیدیم که آماده کردیم و گذاشتیم کنار. یه سری از این سر به قول معروف کلم ها رو که جدا کردیم اگه نگاه کنین به صورت خلالای باریک هستش که اینجا میبینید جدا کردم کنار سینی استیل مخصوص گذاشتم. اینا رو میبینید. اینا رو حالا من میذارم کنار، یه روزی با اینها براتون تعدیق درست میکنم عزیزان. حتما کانالمو دنبال کنید برای پیدا کردن این تعدیق. ببینید این برگ‌هایی که اضافه بود و نپخته بود و اونهایی که خیلی ریز بود و کوچیک و مغزی بود اینها ته قابلمه چیدم. حالا برگ‌هایی که به این صورت هستش و اون شیاره رو دادم و صاف شده مواد رو توش میریزم به این صورت و شروع میکنم به پیچیدن. اون قسمتی که شیار دارم یه قسمتش رو میارم بالا و این یکی قسمت رو یه حالت سموسه مانندی میشه و به این صورت نگاه کنید دلمه پیچ میشه، بخچه پیچ در واقع میشه. دیدین چقدر قشنگ و راحت هستش. میذاریمش توی قابلمه‌ای که برای این کار در نظر گرفتیم. به همین ترتیبی که بهتون گفتم توی قابلمه رو ببینید یه ردیف چیدم. ردیف دومم که وسط هستش دوباره میچینیم به این صورت و روی بقیه دلمه ها هم روی این مرحله اول میچینیم. حتی اونهایی که کوچیک هستن میبینید دوستای عزیزم، اینایی که کوچیک هستن به صورت خیلی کوچیک مواد ریختم و گذاشتم، یعنی به هیچ عنوان اسراف نمی‌کنیم. این موادی هم که اضافه مونده عزیزای من شما میتونید باهاش دلمه فلفل دلمه‌ای یا بادمجون درست بکنید، اما من در نظر دارم دلمه پیاز درست کنم.
حالا توی برنامه بعدی میبینید عزیزان. حتما کانالم رو دنبال کنید تا این چیزایی که بهتون قول دادم رو براتون درست بکنم. یه قالب کره یا روغن حیوانی یا هر روغنی که خودتون دوست دارین رو بریزید توی یک ظرف، رب اضافه بکنید، یه کمی شیره انگور برای طعمدار شدن این غذا فوق‌العاده دلپذیره، یه مقدارم سرکه. ما این مواد رو با همدیگه مخلوط میکنیم همراه با آب. خب اینا رو حسابی همشون میزنیم، مقداری آب میریزیم که برای روی دلمه ها هستش. شیره انگورم همینطور از تو قاشق میبینیم جدا میکنیم و هم میزنیم که رب هم بشه و حالت غلظت به این آب بده. خب بعد از هم زدن این مواد، قابلمه‌ای که دلمه ها رو روش چیدیم رو همونطور که میبینید، اول کره رو میذاریم، قالب کره رو اون وسط. خب برای اینکه با آب سرد درست کردم، آب گرم نریختم. خب بقیه موادی که به صورت آبکی هستش روی دلمه ها میریزم، اجازه میدم که ربه کاملا حل بشه. همونطور که میبینید هم میزنم و مواد آبکی رو روی دلمه ها میریزم. عزیزان برای اینکه دلمه های ما وانره، هر دلمه برگی یه بشقابی که تخت باشه رو روش قرار میدیم تا موقع پخت اینها قلقل که میکنه بخچه ها باز نشه، مواد بیاد بیرون. وقتی که به قول معروف جمع‌تر شد و اینا، میتونید شما این بشقاب رو بردارید یا در انتها میتونید این رو بردارید. اینجور که میبینید همینطور در حال پخته شدن هستش. ما اجازه میدیم برای 2 ساعت و نیم زمان بهش میدیم. 2 ساعت و نیم دیگه این غذای ما آماده هستش. آبش رو میکشه و ببینید چقدر قشنگ توی دیس برگردوندمش و دلپذیر، خوشرنگ، خوش‌طعم شده. دوستان یکی از غذاهایی هستش که من فوق‌العاده دوستش دارم و خوشمزه هستش. خیلی از عزیزان سرکه شیره نمیریزن، ولی من بهتون توصیه میکنم حتما سرکه شیره بریزید. میز ما آماده شده، همراه با فلفل سبز و زیتون یا هر چیزی رو که دوست دارید میتونید کنارش بذارید و میل کنید. عزیزای من لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.